چرخه بعدی که مورد بررسی قرار میدیم چرخه دیزل هستش. داخل چرخه دیزل ما شبیه همون چرخه اتو عمل میکنیم. تفاوتش با چرخه اتو در اینه که معمولا چرخه اتو برای موتورهای بنزینی استفاده میشه، ولی اینجا معمولا برای موتورهای گازوئیلی استفاده میشه. تفاوت مهمش اینه که فرآیند احتراق به صورت آهسته توی حجم ثابت انجام میشه توی دیزلی. یعنی توی چرخه دیزل ما فرآیند احتراقمون توی وقتیه که فشارمون ثابته، نه وقتی که حجممون ثابته. این مخالف چرخه اتوه. اینجا دوباره نمودار پی وی و تی اسش آوردیم. همونطور که میبینیم توی فرآیند 1:2 آیزنتروپیک تراکمه، یعنی تراکم آیزنتروپیک. توی فرآیند 2:3 فشار ثابته، یعنی زمانی که فشارمون ثابته بهش گرما وارد میشه. توی فرآیند 3:4 دوباره آیزنتروپیک و انبساطه. فرآیند 4:1 فرآیند هم حجمه، یعنی حجم ثابته و گرما از سیستم خارج میشه. همین توضیحاتی که دادیم و اینجا دوباره جدول بندی کردیم. فرآیند 1:2 تراکم آیزنتروپیکه، یعنی زمانی که این پیستون به سمت بالا حرکت میکنه و سیل عامل متراکم میشه. بعد فرآیند 2:3 زمانی که این جرقه زمانی که فشارمون ثابته زده میشه و انفجار رخ میده. فرآیند 3:4 زمانی که وقتی انفجار رخ داد حجم افزایش پیدا میکنه و پیستون به سمت پایین میاد، حجم افزایش پیدا میکنه. فرآیند 4:1 زمانی که وقتی پیستون میخواد به سمت بالا بره در نهایت گازهای اضافی رو به خارج میفرسته. دوباره اینجا راندمان حرارتیش آوردیم که از نسبت تراکم استفاده میکنیم و نسبت قطع سوخت. نسبت قطع سوخت به این شکله که با RC نشون میدیم که مساوی با V3 به V2، یعنی حجم سیلندر تو پایان انبساط و بر روی حجم سیلندر در آغاز انبساط، که طبق این R نسبت تراکم و RC که نسبت قطع سوخت است راندمانش رو می نویسیم. فرمول راندمان هم به این شکله که 1/1 بر روی R به توان K منهای 1 در RC به توان K منهای 1 بر روی K در RC منهای 1. RC نسبت R نسبت تراکممونه، RC نسبت قطع سوختمونه، K ضریب ثابتمونه که حالا داده میشه. آخرین چرخه‌ای هم که مورد بررسی قرار میدیم چرخه برایتون هستش که چرخه برایتون مدل ایدئال ترمودینامیکی برای تحلیل عملکرد توربین‌های گازی هستش که توی موتورهای جت و نیروگاه‌های تولید برق استفاده میشه. چرخه برایتون 3 تا رکن اصلی داره و مثل چرخه‌های قبلی از 4 تا فرآیند داخلی تشکیل شده. دوباره اینجا ما نمودارهای TS و PVش آوردیم. فرآیند 1:2 ما S ثابته، آیزنتروپیک، آنتروپی ثابته. بعد فرآیند 2:3 ما زمانی که فشار ثابته به سیستم گرما وارد میشه. فرآیند 3:4 ما دوباره آیزنتروپیکه و انبساط رو داریم. فرآیند 4:1 هم دوباره هم فشاره، یعنی فشار ثابته و گرما از سیستم خارج میشه. توضیحاتی که گفتم و تو این جدول آوردیم
به فرآیند 1:2 کمپرسور میگیم که تو اون تراکم آیزنتروپیک صورت میگیره و فرآیند 2:3 بهش محفظه احتراق میگیم که افزودن حرارت با فشار ثابت رخ میده. فرآیند 3:4 رو توربین میگیم که انبساط آیزنتروپیک رو داریم و زمانی که کار از سیستم خارج میشه. فرآیند 4:1 رو هم معادل حرارتی میگیم، زمانی که حرارت رو به خارج سیستم دفع میکنیم. اینجا دوباره راندمان حرارتیش آوردیم که از نسبت فشار استفاده میکنیم. نسبت فشار رو با RP نشون میدیم که مساویه با R max بر روی R min، یعنی فشار حداکثر بر روی فشار مینیمومه که مساویه با P2 بر روی P1. بعد طبق اون راندمانش رو می نویسیم. راندمان چرخه برایتون مساویه با 1-1 بر روی RP به توان K-1 بر روی K ضریب ثابتمونه، RP هم که نسبت فشارمونه. بعد اینجا بازه برایتون رو گفتیم و آخرین مطلبی هم که خدمت شما میگیم بهبود چرخه برایتون هستش. ما واسه بهبود چرخه برایتون یک سری روش داریم. 3 تا از این روش ها رو اینجا آوردیم که مهمترین روش هستش. روش اول بازیابیه که باعث میشه مقدار گرمای ورودی ما کاهش پیدا کنه و راندمانمون بره بالاتر. روش دوم سرمایش بین مرحله‌ای هستش. تو اینجا کاهش کار مصرفی کمپرسور رو داریم. هر چقدر این کار کمتر میشه راندمان ما بازم میره بالاتر. آخرین روش هم گرمایش مجدده که با افزایش کار تولیدی توربین ما دوباره افزایش راندمان رو داریم. خب خیلی ممنونم که همراه ما بودین. این قسمت ما به اتمام رسید. تا قسمت‌های بعدی شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.